امروز از روزهای سالگرد مسعود عبدالله حادثات شاشه‌ای که در سال 94 16 اسد که انتحاری که بمب که آمد به نام انتحاری تیر کردند. در این یک سال دولت بی‌کفایت، دولت بی‌خبر، دولتی که همیشه به مردم خیانت و ظلم و ستم و هر چیز به مردم کردن، اما به مردم غریب مسکین بیچاره چی داد؟ غیر خون و جوانا و همه از این مردم از دست برد. امروز طفل مسعود یتیمش که 8 ماه شد که طفل پدرش میگو، اما روزی که پیدا شد پدرش نیست. امروز این طفل که پدر میگه نیست. ما امروز از خاطر شهیدای خود، از خاطر مسعود عبدالله سالگردش تعجیل کردم، نه با مظاهره نه با کدام چیز دیگه، اما که از خاطر که دولت ما یک خانه غریب مسکین داشتم که در یک سال توان قرضتم نرسید. اگه میرسید من اینه جور میکردم، اما امروز توان قرضت من نیست. هر کی که میگن بیاید چشم دید ببینن، یعنی خوب به نظر دوستا اقارب همه گیجه هستن، اما دولت همیشه دروغ که برای ما گفتن که 1.66 میلیون حوالش برای داست شاشه‌ای، اما کوکه کل مردم یک خانه را گرفت که نماینده شاشه‌ای دستی، اما کلش دروغ. در تمام دنیا رفتیم، هر جای به دولت گفتیم، گفت نه این گپانه ما یک ساختل بازی کردیم، دان مردم چوب کردیم. این گپایی که با ما گفتن در طرف شورای ریاست جمهوری امنیت هر جای رفتیم گفتیم، با ما وعده کردن که خانه تا جور میکنیم، ایره میکنیم، براتون چیز میکنیم، اما نکردن. ما از دولت دیگه چیز ما نداریم. یک سرکی که بود او را جور کرد، اما این خانه ما جور نشد چون که توانش نداشتم. امروز شما ببینید چشم دید که در خانه ظاهر غریب سلطانی که خانهش با ایران گدگی نه چتاش مونده و دیوال نداره، مگه میره شما سعی کنید. دولت بی‌کفایت، دولتی که همیشه ما رو بازی داده، یعنی 1 سال شد هیچ چیز نکرد. دفتر ما در سال 1386 تأسیس شده و از 2 سال تا حال فقط هدف ما بوده که ما صدای فامیلای قربانیان را بلند کنیم و کسایی که جنایت میکنن اونا را به محکمه بکشونیم. مثل که خود کاکا گفت که در 16 اسد سال 1394 یک حادثه صورت گرفت، جنایت صورت گرفت، ولی متاسفانه تا امروز معلوم نشده که این بم بوده، راکت بوده و فقط سر انتحاری انداختن و هیچ کس پشت از این قضیه نگشته. و تأسف دیگه همی است که دولتی که در رأس است و ادعا میکنه که ما از وحدت ملی ادعا میکنه، ولی متاسفانه کسایی در رأس دولت است که اینا در 3 دهه گذشته جنایت کردن و اینا به غم از این مردم شاشه‌ای نیستن. نه تنهایی که آل این جنایت شده که در گذشته ها هم در سالهای 71 تا 75 وقتی که قدرت گرفتن اینجا بیشترین مردم ما و هیچ کسی او کسایی که جنایت کردن به محکمه کشانده نشده. تاسف باز هم می‌بینید که این جنایتکارا در قدرت هستند، نمی‌خواهند که تغییر بیاید در جامعه ما. بر علاوه از اینکه در شاشه‌ای قتل عام کردن، در جای دیگه مثلا سر پلیسا اینا حمله کردن، یک تعداد زیاد پلیسا را به شهادت رساندن. چند روز پیشتر حادثه‌ای گفتن. فقط از روزی که دولت به اصطلاح دموکراتیک آمده، بر علاوه از اینکه در مردم دموکراسی آورده، حقوق زن آورده، به حقوق بشر توجه نکرده، بیشترین جنایت آفرید. در این حادثه شاشه‌ای بیشتر از 100 نفر هم شهید شده که در جمع از هم کودکاست، هم زناست، هم مرداست، هم پیر و جوان است و یک تعداد هم من میامدم تا سالی یک تعداد زیاد از اینا در زیر آوار مانده بودن. کسی نبود که بیاید اینا را بکشه، کمک کنه. فقط خود مردم محل بود که به یکی دیگه کمک میکردن و من
همیش گفتیم و حال هم میگم من در کنار مردم خود استاده استم تا زمانی که این جنایتکارا محکمه نشد وایی که مردم نشان دادن این مردم شاشه‌ای نشان دادن که چند بار اعتراض کردن فقط به خاطر یک خواست کوچک میگفتن عامل کسایی که اینجا جنایت کرده اونا شناسایی شد و بعد از او به محکمه کشانده شد بر علاوه از این که عدالت بر از تمشید نشد که چند بار سرکوب شدن اینا رای شد سر از اینا زخمی دادن بازم در تظاهرات خلاصه نشان میتونه مردم ما که ما میتونیم که دست به دست هم بدیم این جنایتکارا را هم به محکمه بکشانیم و هم اینا باید خیلی قدرت و خیلی صلاح کنند و من از کلیتان تشکر میکنم که امروز آمدین هم صدا با مردم شاشه‌ای از اینا تجلیل میکنیم و این را به خاطر یاد میکنیم این کار و به خاطر میکنیم که همیشه دولت تلاش شمیست که به هر شکل شود این پنهان شود نمیخوام من نمیخوام که این پنهان شود تا که زنده استم این یادگار شهیده نمیمونم که پود شود در زیر کاسه شود